میدونی من همیشه تو زندگیم فکر میکردم همه چیز باید بی‌نقص باشه، از تکالیف مدرسه گرفته تا طرحهایی که میکشیدم، حتی وقتی قرار نبود کسی اون طرحها رو ببینه. اما این جمله باید کامل باشم کم کم مثل یه سایه همراهم شد. مثلا یادمه یه بار که نقاشی میکشیدم 3 بار، 4 بار، 5 بار حتی پاک کردم. هیچ وقت راضی نبودم. اینجا بود که فهمیدم کمالگرایی یعنی وقتی حتی بهترین هات هم کافی نیست. اما خب وقتی دیدم هیچ وقت راضی نمیشم، فهمیدم کمالگرایی یه چرخه بی پایانه. تنها راهش اینه که شروع کنم و جلوی اون فکر را وایسم. یاد گرفتم اون فکرای سمی مثل همیشه باید کامل باشم و به چالش بکشم. کم کم فهمیدم همه چی به نمره یا نتیجه وابسته نیست. یاد گرفتم که حتی وقتی اضطراب دارم هم میتونم ادامه بدم. قرار نیست همه ی حسای منفی رو خاموش کنم، فقط باید بپذیرم و باشون زندگی کنم. حتی یه بار عمدن تکلیفم رو ناقص تحویل دادم. میدونی چی شد؟ دنیا با آخر نرسید. ببین اگه تو هم مثل من با کمالگرایی درگیر شدی یادت باشه قرار نیست بی‌نقص باشی تا ارزشمند باشی. شکست ها، خطا، همشون بخشی از رشد ما هم. گاهی بهترین قدم اینه که به خودمون بگیم همین که تلاش کردی همین کافیه.